یکی از نخستین نفرانی که در پی ربودن و قتل بانکدار معروف شورت اسمتالویف زیر شبهه قرار گرفت و بازداشت شد، قمر عزیزوف یکی از شریکان تجارتی معاون اول رئیس آریون بانک بود. قمر عزیزوف اینک قریب 2 ماه باز در حبس قرار دارد و پسر او بلال عزیزوف که در شرکت هواپیمایی سامونیر کار میکرد، بعد بازداشت پدرش از کار رانده شده و چندین دفعه در چارچوب این پرونده پرسر و صدا تحت بازپرسی قرار گرفته است. منابع گوناگون نزدیک به جریان تفتیشات پرونده ربودن شورت اسمتالویف به پایگاه خبری بامداد گفتند که قمر عزیزوف در برابر رئیس سابق شرکت هواپیمایی توجک ایر رستم خالقوف که ماه مارت هنوز تا ربودن اسمتالویف برای جنایت‌های کروپسیونی بازداشت شده بود، یکی از چهره‌ها و یا فیگورهای کلیدی در این قضیه آدمربایی و کشتار دانسته می شود. قمر عزیزوف از خانواده‌های هنرمندان معروف ذوالفقار عزیزوف بوده، برادر اساسگذار گروه در وقتش آوازدار انیس می باشد، ولی به فرق از برادران آوازخوانش اساساً به تجارت مشغول بوده است. قمر عزیزوف با شورت اسمتالویف تجارت خانه‌سازی داشت و به گفته یک منبع بامداد محض او به آدمربایان درباره با بیت کوین مبلغ زیاد جمع آوردن این شریک تجارتیش معلوم داده است. بنا به یک فرضیه سبب به این راه کج رفتن قمر عزیزوف گویا به مبلغ 3 میلیون دلار قرضدار شدنش از شورت اسمتالویف گردیده است. منابع بامداد میگویند گروه درشاد کرسافچک الکی دومین گروهی بود که قمر عزیزوف برای ربودن شورت اسمتالویف فرستاده بود. گروه اول برای انجام این کار حتی یک ماشین واز 2114 خریده از پس کار شدند، ولی ماشین آنها در نیمه راه از کار برآمده است. به بالای این کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین ویران آنها را به شعبه کارهای داخلی نوع اسماعیل سامونی که از خانه اسمتالویف چندان دور نیست بردند. آدمربایان توانستند ماشین خود را از شعبه ملیسا برآورند، ولی از بس که هم ماشینشان و هم چهره و شخصیت خودشان به کارمندان میلیسا آشکار شده بود، قمر عزیزوف از ادامه استفاده این گروه دست کشیده گروه دوم برابری درشاد کرسافچک را به این کار سفربر کرده است. شام 23 میلیون سال 2023 اعضای این گروه شورت اسمتالویف را از نزد خانه‌اش در کوچه زکریای روزی به یک منزل اجاره گرفتهشان در دهه شاداب جماعت چهارباغ نوع ورزا بردند. بعد یک ساعت عذاب و شکنجه اسمتالویف ساعت 3 صبح 24 ایون در همان خانه جان داده است و آدمان جسد او را همراه ماشینی که برای ربودنش استفاده شده بود برده در کیلومتر 130 راه دوشنبه خوجند به دریا پرتافتند. جسد اسمتالویف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از دریای زرافشان در حدود جماعت سرزم در کنار شهر پنجکند پیدا کردند.